شمال دریا نصف آردمون بود. درود دوستان عزیز، چنانه میبینید عینی حال ما در یک دره زیبا منظر دیارمان قرار داریم. دهه رقابه، جماعت دهات خانقاه کوهی یعنی حصار باستان و بیهوده نیست. ما امروز میخواهیم نان آماده نماییم. در نخست نمایش برنامه میآموزیم، یعنی سیر و اسرار نانپزی را به شما نشان میدهیم. و عینی حال ما مهمان اینجا و در حال حاضر باشد مهمان خاندان شما هستیم. پذیرا باشید. ما عینی حال در خاندان نبیف ها حضور داریم و میخواهیم سیر و اسرار نانپزی را از آنها بیاموزیم. چنانه خویش و اقربا، چنانه حق و همسایه ها به ما گفتند که این کس بسیار یک بانوی پرهنر هستند و فطیر و کلچه های بامزه آماده میکنند. سر اول میخواستم سخن را به مادری عزیز بدهم. خوش آمدیتون میمونای عزیز. تشکر. به این دره زیبا منظری ما که من کلچه میکنم، حاضر بعد کلچه فطیر میکنم. عینی حال که آرد را بختیم، کار را از چی دوام میدهیم؟ آب را میاندازیم. آبی گرم هست. آب گرم. کار را از خمیر کردن شروع نمودیم. این یکی از جریان اساسی و مهم به شمار می رود. هر یگان کلچه و فطیر و نانی که با شیر آماده می شود مزه دیگر دارد. بله؟ البته. نمک باید هضم شود. نمک را آب میکنیم و بعدا آرد را علاوه می نماییم. ممکن است اکنون من کار را دوام دهم. با کمک همدیگر جریان خمیر کنی آسان تر گردید. بسیار با حرکت های موزون باید خمیر را آمیخته نماییم، چون میگویند وقتی که همین خمیر بسیار خوش رو آمیخته می شود و میپزد نان زیبا می آید. هنگام خمیر کردن ما از خمیر ترش استفاده میکنیم تا اینکه خمیرمون رسد. برای با لذت، برای زیبا پختن رسیدن همین نان و فطیر، هر یک قدمی که عینی ها کرده ایستادیم و دیده ایستادیم به فکرم ضرور است. بله، یعنی ما باید هر یکی این را اجرا نماییم. ما نمیتوانیم به علاوه کردن روغن کلچه آماده کنیم. خمیر ملایم تره ولی کم تره که دیگه آرد آماده کن. سخنان مادری قمری نیسا باشد صحبت ما را گرم نمود، زیرا مادر برایمان توصیه و مصلحتی جالب میداد که آن همه به فایده کار بود. حالت های می شود که خمیر ما، نان ما آنقدر هم زیبا نمیپزد یا که با لذت، و با مرور وقت همه این را می توانیم آموزیم. خیلی یک دم آدم یاد نمیگیره بچم. این نگاه میکنید وقتی که به این خاندان نبیف ها همچون عروس، همچون کلین آمدید، یعنی همه این هنرها را علاقه می توانستید؟ میتونستم ها. ولی میگویند که هر یک خاندان طرز و اصول خاصی خود را دارد، یعنی با شوق و ذوق خود آماده می نمایند. ما مکتب خون بودیم که مادرمون یاد میدادن که بچم من وقتی نون و وقتی اوقات یا خمیر فطیر کلچه من همینا یاد گرفت. پگاه ایله‌دار میشه، اینا در کار میشه. ما یاد گرفتیم به چیز خودمون. ما در همین خانه گذاشتیم. ما در یگان کس نگفتیم مثال که خیل کنی. ما با یاد گرفتگی که بدیم به تشویش خودمون میپختیم، میساختیم. بچه مکه خمیرم تا خوش رو برداره ایت پرتو. خمیر آماده شده رو اکنون ما میپیچونیم. بله؟ یگان جای دستر به خمیر نیست. یعنی دستان ما باید از خمیر تازه شود، جدا شود. ما در همین حالت میفهمیم که خمیر ما آماده شده است. از این طبیعت زیبا منظر الهام تازه گرفته، این چنین قرار دادیم که خمیر تحمل فطیر را نیز آماده میکنیم.
برای خمیر را خوب آماده کردن هرچی بیشتر باید مشت زد، میگوید قمرنیسا. خمیرش باید سخت آید یا ملایم؟ نه ملایم. ملایم‌تر. ما تحمل فطیر قطقده ما خمیرش سلکک میکنیم. ملایم‌تر میکنیم. فطیری که شکراب میکنیم و باز سخت‌ترک میکنیم. خمیر فطیر قطقط باید ملایم باشد و به اون روغن اضافه نمی‌کنیم. کار را از آماده کردن نمک‌آب شروع می‌کنیم. بعد از این همه باز چخیلی که میگویند از نوگی خمیر فطیر ما خمیر فطیر را نیز آماده کردیم، ولی خمیر فطیر از خمیر کلچه کمی فرق دارد. می آموزیم که چی تفاوت دارد. خمیر این فطیر البته به گمانم سخت‌تر باید آماده شود. ما به این خمیر یعنی خمیر ترش علاوه نمی‌کنیم. نه. اون باید سخت‌تر باشد و روغنش نیز بیشتر. اکو بعضی ها روغن نمیندازن بخیر. برای چی باشه؟ برای که فطیر سخت بیاد. کس به گمانم نبیره شما هستند. نام شما چی؟ مهران بانو. شما هم از عهده پختن نانها برام میبرید؟ البته. در این برابر شاید خود همین آموزش های ما، برنامه ما یک سببگار می شود، یک واسطه می شود که گل دختران این هنر را به خوبی، به پرگی از خود می کنند و به خود یک سیر و اسرار را نیز میگیرند، میکشایند و در زندگی خود، در تجربه هر روزه خود آن را استفاده میکنند. و ما میتوانیم در یک هوای تنور همه این را در یک جایگی پزید. بیننده عزیز چنانه میبینید بسیار سخت آماده باید کرد خمیر فطیر را. این خمیر را نیز عین حال میپیچانیم و الکی خمیر تحمل فطیری ما آماده شده است آن را میکشاییم تا اینکه سری وقت آن را ما پخته رسانیم و از پی به تنور علاوه ماندن شویم. همین طور است. دوستان عزیز، پس از گذشتن 5-10 دقیقه وقتی که خمیر ما آماده می شود ما آن را می خواهیم اکنون راست نماییم و برای پختن آماده کنیم. مرحمت کار را شروع می کنیم. ببینید که با هنری والا، با صنعتی والای بانوان ما توانستیم که در دوام همگی 2 دقیقه هر دوی این خمیر را کشاییم، راست کنیم و برای پختن آماده سازیم. من باز یک نازکی کار را آموختیم، من باز هم آموزش خود را ادامه داده ایستاده‌ایم، زیرا به ما اپای قمرنیسا گفتند که ما نمیتوانیم خمیر کلچه را در بیرون راست کنیم، یعنی کلچه ها را جدا کنیم. وقتی که شمال میزند کلچه ها میتواند قاقک بیاید، خشک شود روی کلچه ها. از این رو ما در خانه آن را راست میکنیم و چگونه ای که من میبینیم خمیر ما رسیده است برای کلچه را آماده کردن.
تیار است. مادرای ما خودشون هم خیلی نقل میکردن که اگر کلچه سیروغن سیر شیر بیاید ریزونک میبیاد با لذت میبیاد. تمام؟ حساب نکردیم من چند تا اومد کلچه. کلچه ارسل نسیم. با کمک همدیگر کلچه ها را زود زوالا گرفتیم. اینجا همه با اسلوب خود زوالا گرفت. با کار همدیگر بها میدادیم و میخندیدیم. خرید تونستم. همش گیردگ اومد. بعداً به سری تنور رفتیم. چند بنچه شما هیزم را استفاده میکنید برای سرخ شدنش؟ نرمی باشد یک اگر سردی باشد چی؟ دو بند. دو بند کتی فرق میکرده است نه؟ از حرارت هوا هم. خنک میشد نداره. بعضی ها برای تنور سفید شدنش باز هم خوبتر سفید شدنش آب میپوشند. شما هم همین کارو میکنید؟ ما نمک آب میپوشید. پس از گذشتن 5-10 دقیقه خمیر ما کمتر دم میخورد، یعنی برای نان پر زدن میگن نخ پر زدن آماده میشود و ما که عین حال به تنور علاوه ماندیم و تنور نیز آماده شده است برای نان بستن. تیز تیز کلچه ها را نان پر میزنیم و به تنور میبندیم. اینجا به ما گل دخترکان کمک میکنند. شما گردی کلچه ها را یگان گونه آرام میدهید؟ چی گونه؟ کارد میزنید یا با قاشق آرام میدهید؟ با کمک گل دختران کلچه ها را نان پر زدیم و راه سوی تنور گرفتیم. این جریان هم به خود سیر و اسرار و نازکی دارد. نانپزان آن را خوب می‌دانند. پس از پاشیدن نمک‌آب ما هوای تنور را میسنجیم. باید چگونه باشد؟ تفسان یعنی بلند باشد. چقدر میفهمیم که هوای تنور آماده شد؟ میبینیم که دیگدان سفید شد یا نه؟ به خاطر چی ما با پشت فطیر آرد میپوشیم؟ برای سیروغن پشتی نکن. یعنی پشت فطیر در تنور نماند ها؟ انا اکنون همین آخرانش هم ممکن است من بندم. به ها نمون کنج بندم. چنانه امروز دیدیم، سنجیدیم و آموختیم این کاری دشوار نیست، ولی مهارت طلب میکند و تجربه. نفری که در این کار بارها کوشیده است مهارت پیدا میکند و این هنر را از خود کرده میتواند. باز یکی از سیر نانبندی یعنی نانپزی در همین است که ما روی تنور را میپوشانیم تا اینکه کلچه های ما خوشرو پخته رسد، خوب پخته رسد و درونی کلچه ها نیز پزد. اگر که ما روی تنور را نپوشانیم، اپای قمری نیسا همین خیلی گفتند که کلچه ها سخت‌تر میبیند و خوشرو نمیپزند، خامپز میشود و ما به قاعده های نانپزی رعایت میکنیم. روی تنور را پوشاندیم و انتظار هستیم که کلچه های ما آماده شوند.
با دشواری هم باشد توانستم. بیننده عزیز خیلی میبینید ما کلچه های خیلی بامزه، پرجلا، خوشبو و خوشتم را آماده کردیم. از سیر و اسرار پختن آن آگاه گردیدیم. پس در برنامه های دیگری می آموزیم، باز هم می خواهیم درباره کسب و کاری گوناگون برایتان معلومات دهیم. یک جای بیاموزیم. تا برنامه های دیگر خوش بمانید. خیر.